سلام، به پیشخوان کتاب خوش اومدید. با 44مین قسمت کتاب توبه شکن با من همراه باشید. داستان به جایی رسید که ریحانه ایلیا رو دید و در دل حسرت در آغوش گرفتن اون رو داشت. حالش بده و حالا ادامه ماجرا. از دختر عموش کمک میخواد. کمکش میکنه که بره بشینه. دختر عموش بند ضخیم دوربین رو به شانه انداخته و دست در دست اون رو تا جایگاه عروس و داماد میبره. مبینا و حاجیه خانم با شوق به سمت عروسشون پرواز میکنند و یک دم از او و معین میگند و قربون صدقه میرن. مبینا کنار زن برادرش جای گرفته و صورتش رو بوسه نرمی میزنه و ونیکاد میخونند. دیدی داداشم چطوری داشت قورتت میداد؟ اوف، نمیدونی چقدر به هم میایید ریحانه، نمیدونی. ریحانه انگار میشنوه اما چشمها و حواسش جای دیگه ایه. به اون کفش‌های زنانه پاشنه بلندی که داشت نم نمک پیش می اومد و با هر قدمش انگار پا بیخ گلوی ریحانه می فشرد. میاد و بالاخره روبروشون می ایسته. با همون باکس گل در دستش، با همون لبخند محوش و صداش سر همه رو به سمت خودش می کشونه. سلام میکنه. نگاه حاجیه به همراه مبینا به سرعت به سمت صدای قاصدک میگرده و ریحانه به سرعت از جا بلند میشه. شاید دست باچه، شاید دیوانه و شاید هم غمگین و شوکه از دیدن عشق همسرش، درست روبروش و نزدیکش. رنگ و روی حاجیه خانم میپره و بعد از چند ثانیه زیر لب جواب سلام قاصدک رو میده. مبینا اما همونطور نشسته و پر اخم زل زده به قاصدک مونده و نگاهش میکنه. حس خوبی به قاصدک نداشت. انگار که از اول وجود این دختر دو برادرش رو از خانواده‌شون گرفته بود. از همه چیزشون بریده بود. حس خوبی نداشت. خوش اومدید. ریحانه است که با لبخند نمکینش میگه و قاصدک هم خیره به صورت اون لبخند میزنه. ریحانه اما حریف رو قدر میبینه. دخترک بدنام محله که همیشه و همیشه با ظاهری برعکس ریحانه در اجتماع حاضر میشد، اکنون در چه شبی و در چه جایگاهی روبروش ایستاده بود. او قدر بود با این همه زیبایی و البته که غرور و خونسردی و محکم بودنش قدر بود. تبریک میگم. فکر میکنم ما با هم آشنا نشدیم. البته قسمت نبوده. من قاصدکم. مکسی میکنه و مثل جون کندنه بگه عروس اول خانواده. ریحانه به دادش میرسه. خانم آقا سید؟ لبخند قاصدک وسیع میشه و سر تکون میده. ریحانه به ادامه حرفش میگه مبارکه. قاصدک دست در دست عروس معین میذاره و دستش رو فشار میده. خیره چهره دلنشین او زیر لب تشکری میکنه و در دل اعتراف میکنه او به زودی از معین مجد کله شق دل میبره که با همین ناز و با همین ظرافت و متانت قاتل تمام سرکشی‌هاش میشد و دلش رو میبرد. دست از دستش خارج میکنه و کمی بعد از کیفش سکه طلای خریداری شده رو بیرون میاره. اون رو هم به طرف ریحانه میگیره و میگه از طرف من و ایلیا. و ریحانه با شنیدن نام ایلیا پر هیجان ای جانمی میگه و قاصدک نیمه حرفش رو رها میکنه. تازه حرفای چند ساعت قبل حاسد میرزا رو به یاد میاره و ناخودآگاه لبخندش کمرنگ میشه. قابل شما رو نداره. و بالاخره خودش رو جمع میکنه و همه فکرها و همه مبهمات ذهنش رو پس میزنه. ریحانه با تشکرهای پشت سر همش سکه طلا رو میگیره و قاصدک به زور لبخند میزنه. با خداحافظی کوتاهی آرزوی خوشبختی میکنه و به سمت در راه میفته. هنوز در فکر ریحانه است و بعد هم حرفای اون پیرمرد. داشت با این خانواده چیکار میکرد اون مرد؟ دختر خانم، با صدای کسی که به بلندی میخوندش و البته انگار که پشت سرش قدم تند کرده با تعجب به عقب برمیگرده و با چهره مادرانه حاجی خانم روبرو میشه. جانم. سعی میکنه هنوز خونسرد باشه و خودش رو برای هر حرفی، هر سرزنشی آماده کنه. کم نبود عروس بزرگ مجدها شدن. قسمت نبود برای وصلتتون باشم. خدا عمری بده هستم که سر بزنم و خب همین روزا بتونم میام. قاصدک لبخند میزنه. منتظریم. حاجیه نمیتونه لبخند بزنه. انگار که توانایی همه ماهیچه های صورتش اون شب به فنا رفته باشه. تنها سر تکون میده و با آهی عمیق میگه بیش از این وقتت رو نمیگیرم. فقط دست قاصدک رو میگیره و دست زن بی امان میلرزه. صدا و همه تنش. مراقب بچه من باش. تو رو به هر مقدسی که تو زندگیته. قلبش طاقت نداره. میترسم. همه ی شب و روزم شده قلب محمد که یه وقتی در نبود من زبونم لال.
به آرومی میزنه زیر گریه و پر روسریش رو تا روی دماغ بالا میاره. قاصدک با دیدن حال کسی که حالا مادر شوهرش حساب میشد به یاد ننتاج خودش میفته و دلش سست میشه. قدمی نزدیک میشه و این زن با همسرش فرق داشت. این زن مردی به مردانگی محمد متین مجد رو در دامان خودش پرورونده بود، از جنس شوهرش که از جنس قضاوت‌های بیجا نبود. این زن فقط یک قربانی بود. من با شوهرم مشکلی ندارم، نگران نباشید. در خونش هم به روی شما بسته نیست. اون اگه نتونه بیاد، اما شما دور از چشم بقیه و مثل همیشه میتونید بیاید دیدنش. دست زن رو فشار میده و لبخند میزنه. من تا جایی که در توانمه مراقبش هستم. حاجیه در بین اشکهای صورتش لبخند میزنه و چشم در چشم قاصدک دعاش میکنه. در دل دعاش میکنه که خود این دختر و تمام ناآرامی هایی که میاره اما آروم دل محمد بود. همین کافی بود، نبود؟ بابا جونم، بیا بابا، بیا پیش خودم میخوابی، با خودم برات لالایی میخونم، قصه میگم، خاطره میگم. صدای جیغ ایلیا در میان گریش به هوا میره. دست دراز میکنه به سمت محمد متینی که پشت به اونها ایستاده و توان دیدن نداره. توان دیدن اشک پسرکش رو، اینطور حق حق کردنش رو نداره. نه بابا، من بابای خودم رو میخوام، بابا. پدر بزرگش دست ایلیا رو میکشه و ایلیا از شدت کشیده شدن پاهاش بر روی زمین چنان از ته حنجره جیغ میکشه که محمد متین مثل سکته زده‌ای چشم روی هم فشار میده. برای لحظه ای نفسش میگیره و بی‌طاقت میخواد برگرده، اما با درد قفسه سینه‌اش دست روی قلبش فشار میده. خم میشه و آخش در صدای ایلیا گم میشه. بیشک که امشب این سمت چپ بدقلق دیگر کم می آورد. یک امشبی رو بدون پسرکش، بدون لج و لجبازی‌هاش، بدون تخصی‌ها و بازی‌هاش کم می آورد. یک امشبی رو اگر نسبت اون میشد پسرک آسد میرزا و همه پدر یا پسری‌های خودشون دود هوا میشد. ایلیا! با صدای قاصدک آسد میرزا مثل وحشت زده ها و به سرعت سر به عقب میچرخونه و قاصدکی که تازه از باغ تالار بیرون زده با چشمای درشت شده به ایلیا نگاه میکنه. به چشمای متورم و صورت پر از اشک بچه، به حقیقهای ریزش و جیغهای پر از زجرش. ناباور و برای چند ثانیه انگار خون به مغزش نمیرسه. دستای آسد میرزا با همه خشم و با دیدن قاصدک به دور مچ بچه سفت میشه و نگاهش اما برای دختر چشم رنگیه. هرچه میکشید از این دختر بود و وجود نحسش. ولش کن، چی کار داری بچه رو؟ ولش کن حاجی! صداش هوار میشه بر صد آسد میرزا و قدمی جلو میره. او بیرحمانه بچه رو عقب میکشه و لب روی هم فشار میده. ایلیا جیغ میکشه و گریه کنان نگاهی به قاصدک میکنه و نگاهی به پدرش که پشت به اونها با درد خم شده. پیشونی بر بالای پنجره ماشین گذاشته و شاید چیزی تا فرو ریختنش باقی نمونده. بابا جونم منو نمیخواد، بهش بگو منو بخواد، دیگه اذیتش نمیکنم، دیگه ایلیای خوبی میشم، به خدا راست میگم. با حق کوچیک بچه چیزی در دل قاصدک پرپر زنان میره. شاید دلشه، دلی که برای پدر و پسر و مظلومیتشون پر میکشه. قدم جلو میذاره و آسد میرزا باز بچه رو عقب میکشه. بیا بابا، بیا فعلا پیش خودمی، بریم، گریه وزاری نداره که، مردی شدی واسه خودت، فعلا باز پیش خودم باشی. قاصدک انگار که آتیشش زده باشن همون وقت دست بچه رو میگیره و محکم و با مشتی سهمگین بر سینه پیرمرد میکوبه. دستشو ول کن تا آبروتو نریختم، زورت به بچه رسیده؟ چشمای خشمگین آسد میرزا به سرعت بالا میاد و نیشخند میزنه. نشنفتم؟ چی کار میکنی؟ کی هستی که کاری کنی؟ یه تیکه جل کردی تنت، باز مثل جعبه مداد رنگی زدی میونه وسط بچه من، دو قرت و نیمت هم باقی انگار. جمع کن خودتو، رخت و لباستو، افریته، از زندگیمون بکش بیرون، بس هرچی جلون دادی. قاصدک دست ایلیا رو میکشه و سرش رو در آغوش میگیره و سر در صورت آسد میرزا جلو میکشه. تو که منو میشناسی حاجی، خوب میدونی کیم و چیم، بهتر از هر کسی تو اون بازار و تو اون محله تو منو میشناسی. زیر دست سیروس و امثال تیمور مفنگ شدم اینی که میبینی. تو گند سیاهی فرو میرم که بالا نیام. تموم شدم من، چیزی ندارم واسه از دست دادن. ترس و تهدید حالیم نیست حاجی. شما کلاه خودتو، اون اعتبار و آبروتو بچسب که باد بی آبرویی عروس بزرگت نگیره ببردشون بالاها. میبینه دستی که از روی مچ ایلیا کمی شل شده و اما هنوز راسخ ایستاده.
شاید هم با شنیدن حرف اعتبار و آبروش کمی وا داده. دست به این بچه بزنی و از باباش جدا کنی. راه میافتم تو بازار و محله. با این تیپ نه حاجی، با همون که میشه خنجر بند آبرو و اعتبارتو آتیش میزنم به همه اون ریسمون بافتهات. من خر رو همه شناختن. میخوام ببینم دور این بچه میپلکی و از اونی که نباید جداش کنی به جون ننم که روزگارتو میکنم روزگار سیاه خودم، که من سر بالا کنم و توی پیرمرد لب گور تا دم مرگت نتونی. نفس زنان لحظاتی چشم در چشمان او و سکوتش میمونه و بعد از اون هم دست ایلیا رو میکشه. داد میزنه ولش کن. آسد میرزا پوزخند میزنه. این بچه کسی که نیست محمده. زور نزن سلیته. هر امونتی رو یه روزی بالاخره پس میگیرن. خوش ندارم بچم تو هوای نجس اون خونه نفس بزنه. خوش ندارم دیوار به دیوار اتاق تو قد گنده کنه. 2 پسرمو گرفتی ازم. بسه. و قاصدک بی رحم و بی اعتنا باز هم فریاد میزنه این بچه خود این باباست. بسته به جونش، بسته به همه وجودش. تو پدر نیستی آخه. تو پدری نکردی که پدری بفهمی. نفسی میزنه و تکرار میکنه دستشو ول کن دق کرد بچه. خودت امشب تا تونستی آبروتو ریختی. ولش نکنی پا میذارم داخل خودم تمومت میکنم. مچ ایلیا برای چند لحظه بین انگشتان گوشتی پدر بزرگش فشرده میشه. همونطور که هنوز نگاهش میخ قاصدک راسخه و هیچ توجه نداره که بچه در تب و تاب رسیدن به پدرش حتی درد مچش رو هم نمیفهمه. فقط اشک میریزه و بعد از چند ثانیه سکوت بالاخره دست ایلیا شل میشه. بچه با اون اشکهای روگونه و چشمای ناباور سر بالا میکنه و نگاهی به پدر بزرگ خشمگینش میکنه. او هنوز به قاصدک خیره است و شاید منتظر انفجار. ایلیا اما همون موقع مثل تیری که از چله کمان رها شده به سمت پدرش پرواز میکنه. گریه کنان، ناله کنان، پر از ذوق و شوق و میان راه از سر ذوق به شدت زمین میخوره. صدای جیغش به هوا میره و چشم هر 3 نفر به سمتش میپره. قاصدک از میان حنجره به درد آمدش صداش میکنه و آسد میرزا قدمی برمیداره و محمد متین اما چشم برمیگردونه و با دیدن پسرکش که بر روی زمین پهن شده و دستای کوچیکش هنوز به سمتش درازه بال و پر میگیره. انگار که خداوند همون وقت 2 بال بر روی دوشهاش میگذاشت. با پا نه و بلکه با بال پر میزنه به سمتش که خود خدا میدونست او هم مادر بود و هم پدر، هم برادر و هم همه کسش، همه چیزش. ایلیا چنان بی تحمل میشه که پسرکش رو فوری از روی زمین بلند میکنه و در حال تکوندن لباس و موهاش صداش میلرزه، تنش میلرزه، همه جونش میلرزه. چی شدی بابا؟ جونم چی شد قربونت برم؟ کجات درد گرفت؟ کجات زخم شد؟ ایلیا فقط با اشکایی که آروم آروم روی صورتش نشسته پدرش رو از بر میشه. پدرش رو میکنه کعبه و به گردش میچرخه. طواف میکنه. پدر نبود محمد متین. دستان پدرش رو که تونگ تون در حال تکوندن خاک روی لباسها و توی موهاشه میگیره. محکم و با دستان بچگانه کوچیکش. خیره میشه توی چشماش و اشکهاش هنوز میریزه. صورتش گرد و خاک داره و اشکهاش روی گونه رد میندازه. دیگه خوب میشم. دیگه اذیتت نمیکنم. دیگه پیرت نمیکنم. دست پدرش رو بالا میبره و به لبهای خودش نزدیک میکنه و بهش بوسه میزنه. میگه بابایی، باباها وقتی گریه میکنن یعنی دوست دارن دیگه. بگو دوست دارن، بگو باشه. طاقت نمیاره، تحمل نمیکنه. با این همه زجر و دستای کوچیکش رو میگیره و اون رو با همه وجود در آغوش میکشه. با همه وجود در حصار خودش جای میده و بو میکشه و بوسه میزنه. قاصدک کنارشون زانو میزنه. اشکهاش روان روی صورت. زانو میزنه روبروی اونها. مرگ گاهی شوخیش گرفته و نقاب میزنه.